در پشاور پاکستان بعد کشتار یک تاجر سیخ دهها پیرو این دین به کوچه برآمده شاهراه اساسی شهر شمال و غربی را بستند. کشتار صبح بر وقت در بازار هشت نگری به وقوع پیوست. سلاح به دست همچنان دو نفر دیگر را مجروح نمود. تا حال معلوم نشده است که حمله با هدف غارت فروشگاه به عمل آمده است و یا این باز یک هجوم افراطگراهای اسلامی بود. در پایتخت قزاقستان شهر آستانه 5 زن که از منزل زیست محروم شده اند گرسنه‌نشینی اعلان کردند. این زنان طلب دارند که حکومت در مقابل منزل مصادره کرده‌اش به آنها جبرانی مناسب پرداخت کند. آنها اصرار می‌ورزند که حکومت به بهانه نیازمندی دولت منزل‌های خصوصی را تخریب نموده به منصبداران دولتی و صاحبکاران ثروتمند تحفه می‌کند. در مسکو آنا کارپووا نامزد فعال بازداشت شده حقوق بشر الکسی گاسکاروف برای ازدواج به محبس بوتیرکا حاضر شد. عروسی در داخل زندان دایر خواهد شد و او باید پیشکی برای ازدواج اجازتنامه می‌گرفت. گاسکاروف در ارتباط با ناآرامی‌های میدانی بلوتنای دستگیر شده است و تخمین می‌شود که 18 آگوست دادگاه حکم او را اعلان خواهد کرد. ماه می سال 2012 در عرفه مراسم سوگند یادکنی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اعتراض مخالفان در میدان بلوتنای به برخورد با پلیس تبدیل یافته بود. در بوسنیا و هرزگوین طوفان سببگار آبخیزی و یرچ و تأخیر حرکت نقلیات شده است. ساکنان شهر گراداچات سالی روان 4 دفعه با این گونه آفت طبیعی روبرو شده‌اند. خانه‌های کمش 30 ساکن شهر به زمین یکسان شده‌اند.